یه سری خواستم سوار تاکسی شم، طرف داد میزد حافظ یه 4 نفر، حافظ یه 4 نفر. رفتم نشستم، راننده تاکسی نگاه به من که حافظی همون 4 نفر، حافظی همون 4 نفر. ما کلا خرج زیادی نداریم. مثلا این گهواره که برامون میگیرن تا آخر عمر توی همون میخوابیم. یا همین الان این لباسایی که تن منه مال سیسمونی بوده که تا به امروز دارم میپوشمش. ای شما وقتی میخواین دوش بگیرید 1 ساعت طول میکشه تا آماده شید و بلند شید و برید دوش بگیرید. اما من آخر ظرف شستن که میشه لباسا رو میکنم، شلوارا رو میندازم و میپرم توی سینک. یعنی همزمان هم دوشه هم وان. من سه رفتم اون سنگک بگیرم، نونوای 2 تا نون داد، از خودم بزرگتر. آره عزیزم منم مجبور بودم هر چند قدم که میرم نون رو بگیرم کنار، ببینم دارم راهو درست میرم یا حالا